اگه قصد خرید یه دوربین تصویربرداری آکوستیک رو دارید و بین مدل‌های مختلف بازار گیر کردید، خب جای درستی اومدید. توی این بررسی می‌خوایم بهترین‌های این حوزه رو در روی هم قرار بدیم و ببینیم کدومشون واقعاً ارزش خرید داره. خب بریم سر اصل مطلب و با قهرمان‌های این داستان آشنا بشیم. از یک طرف کرایو ساوند، هایک مایکرو و میگر رو داریم و از طرف دیگه غول‌های با سابقه‌ای مثل فلوک و فلر. همشون ادعاهای بزرگی دارن. بیایید ببینیم توی عمل کدومشون حرف بیشتری برای گفتن داره. راند اول رو با قلب تپندش این دستگاه‌ها شروع می‌کنیم، یعنی آرایه میکروفون‌هاشون. ببینیم اینجا اوضاع از چه قراره. این نمودار خودش گویای همه چیزه، نه؟ کرایو ساوند با 200 میکروفون با یه اختلاف قابل توجه سردشینه. هایک مایکرو و میگر تقریبا نزدیک به هم هستن و فلوک با 64 میکروفون در انتها قرار گرفته. حالا شاید بپرسید این عدد بالا اصلا به چه دردی میخوره؟ خیلی ساده است. میکروفون بیشتر مثل داشتن گوش‌های تیزتره. دستگاه میتونه صداهای ضعیف‌تر رو از فاصله‌های خیلی دورتر هم تشخیص بده. خب حالا این سوال پیش میاد که این تعداد میکروفون بالا توی کار روزمره تو محیط واقعی چه مزیتی برای ما ایجاد میکنه؟ ببینید همه چیز به حساسیت برمیگرده. هرچی میکروفون بیشتر، حساسیت بالاتر. این یعنی شما میتونی یه نشتی گاز خیلی ریز رو توی یه خط لوله بزرگ پیدا کنید یا یه تخلیه جزئی الکتریکی رو توی یه پست برق از یه فاصله امن تشخیص بدید قبل از اینکه به یه مشکل جدی تبدیل بشه. خیلی خوب. از قدرت شنوایی که بگذریم میرسیم به چشمای دستگاه، یعنی نمایشگر و رابط کاربری، جایی که قراره تمام اون داده ها رو ببینیم و تحلیل کنیم. اینجا تفاوت‌ها واقعاً فاحشه. کرایو ساوند یه نمایشگر غول‌پیکر 8 اینچی با رزولوشن فوق‌العاده بالا داره. روشنایی 700 نیتیش هم، یعنی زیر نور مستقیم خورشید راحت میتونید جزئیات رو ببینید. دیگه لازم نیست با دستتون سایه درست کنید. در مقابل بقیه مدل‌ها صفحه‌های کوچیک‌تر و با رزولوشن پایین‌تری دارن که ممکنه تو محیط‌های روشن کار رو سخت کنه. البته فقط سخت افزار مهم نیست. نرم افزار و رابط کاربری هم نقش کلیدی داره. بعضی دوربین‌ها مثل این دو مدلی که می‌بینید منوهای ساده و سر راستی دارن که کار رو سریع راه میندازه. بعضی‌های دیگه امکانات تحلیلی پیچیده‌تر و گزینه‌های بیشتری رو مستقیماً روی خود دستگاه بهتون میدن. بسیار خوب، حالا بریم سر اصل مطلب. این همه مشخصات فنی تو دنیای واقعی چه عملکردی دارن؟ وقتشه که برد و حساسیت این دوربین‌ها رو با هم مقایسه کنیم. دو تا سوال کلیدی که همیشه برای کارشناسا مطرحه اینه. اول اینکه حداکثر از چه فاصله‌ای میتونم یه مشکل رو تشخیص بدم و دوم اینکه کوچکترین نشتی یا ایرادی که این دستگاه میتونه پیدا کنه چقدره. توی بحث برد، کرایو ساوند و فلر C2 پرو هر دوتا فاصله حیرت انگیز 200 متری رو پوشش میدن. تصور کنید. این یعنی میتونید از فاصله کاملا ایمن تجهیزات فشار قوی یا خطوط لوله رو توی ارتفاعات بررسی کنید بدون اینکه خودتون رو به خطر بندازید. حالا بریم سراغ حساسیت. اینجا فیلیر سایتو پرو با تشخیص نشتی‌های فوق‌العاده کوچیک واقعا میدرخشه. این قابلیت تو صنایعی که حتی کوچکترین نشتی گاز میتونه فاجعه بار باشه حیاتیه. هایک مایکرو هم البته از فاصله نزدیک عملکرد خیلی خوبی داره و رقیب سرسختی به حساب میاد. خب تا اینجا مشخصات اصلی رو دیدیم، ولی چیزی که یه دستگاه رو واقعا متمایز میکنه ویژگی‌های خاص و منحصر به فردشه. بریم ببینیم هر کدوم از این دوربینا چه برگ برندایی تو آستین دارن. یکی از مهمترین این ویژگی‌ها گواهینامه ایتکس هست. اگر توی محیط‌های صنعتی مثل پالایشگاه‌ها یا معادن کار می‌کنید که خطر انفجار وجود داره، این گواهینامه دیگه یه آپشن نیست، یه ضرورته. و این دقیقاً نقطه قوت اصلی میگر هست. مدل MPX 128-ATX این شرکت به طور خاص برای همین محیط‌های پرخطر طراحی شده و گواهینامه‌های لازم رو داره تا با خیال راحت ازش استفاده کنید. فلر از طرف دیگه تمرکزش رو روی هوش نرم افزاری گذاشته. نرم افزار قدرتمند این شرکت به شما کمک میکنه تا مشکلات رو اولویت بندی کنید، شدتشون رو تخمین بزنید و گزارش‌های خیلی حرفه‌ای و جامعی تهیه کنید. اما برگ برنده فلوک تکنولوژی معروف ساوند مپ هست. این فناوری خیلی هوشمندانه یه نقشه حرارتی از صدا رو روی تصویر واقعی میندازه. در نتیجه شما دقیقاً می‌بینید که منبع صدا کجا است که این کار پیدا کردن مشکل رو فوق‌العاده ساده و سریع می‌کنه.
و اما کرایوساند یه قابلیت واقعا منحصر به فرد داره. ورودی‌های اضافی برای اتصال سنسورهای دیگه. این یعنی شما میتونید همزمان با تصویربرداری صوتی پارامترهایی مثل لرزش یا دما را هم با سنسورهای تماسی اندازه‌گیری کنید و همه این اطلاعات رو یکجا داشته باشین. این کار به شما یه دید 360 درجه و کامل از سلامت تجهیزات میده. خب، بعد از بررسی همه این موارد بالاخره به سوال اصلی میرسیم. کدوم دوربین بهترینه؟ راستش رو بخوای جواب این سوال برای هر کسی متفاوته و کاملاً به نیاز شما بستگی داره. بیایید یه جمع‌بندی سریع بکنیم. اگر دنبال حداکثر برد، بیشترین تعداد میکروفون و یه نمایشگر بزرگ و با کیفیت هستید، کرایوساند بهترین گزینه برای شماست. اگر ایمنی در محیط‌های انفجاری اولویت اول شماست، بدون شک باید سراغ مگر برید. برای تحلیل‌های نرم افزاری پیشرفته، فلیر حرف اول رو میزنه. هایک مایکرو توی حساسیت و پیدا کردن نشتی‌های ریز عالیه و فلوک هم با تکنولوژی ساوند مپ یه ابزار فوق‌العاده کاربردی و بصریه. در نهایت بهترین دوربین ابزاریه که دقیقاً برای کار شما ساخته شده باشه. امیدواریم این مقایسه بهتون کمک کرده باشه تا با دید بازتری قهرمان خودتون رو تو این رقابت انتخاب کنید. انتخاب با شماست.